سلام، به این برنامه خوش اومدید. جایی که ایده های بزرگ رو با هم کالبد شکافی میکنیم. امروز قراره بریم سراغ توصیه‌های فوق‌العاده کاربردی دکتر پرادیپ جمناداس برای اینکه چطور طولانی‌تر و سالم‌تر زندگی کنیم. و نکته جالبش اینه که به گفته اون کلید همه چیز یه جاست، توی روده شما. دکتر جمداس بحث رو دقیقاً با همین سوال اساسی شروع میکنه. ببینید این یه انتخابه. یه انتخاب بین کیفیت زندگی و طول عمر. و کلید این انتخاب همونطور که گفتیم توی سلامت روده شما پنهان شده. خب قرار توصیه‌های کاربردی دکتر جمناداس رو توی 6 تا بخش کلیدی با هم بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ خود مشکلی که تقریباً هممون یه جورایی باهاش دست به گریبانیم. ببینید دکتر جمداس میگه این بیماری‌های انسان مدرن که ازش حرف میزنیم یه چیز باستانی و قدیمی نیست. نه، اینا مشکلات کاملا جدیدی هستن که مستقیما به خاطر سبک زندگی امروزی خودمون به وجود اومدن. و دکتر جمنداس خیلی روی این موضوع تاکید داره که چاقی رو نباید ساده گرفت. این فقط یه عدد روی ترازو نیست، نه. یه وضعیت پزشکی جدیه که عواقبش هم خیلی دقیق و راستش نگران کننده قابل اندازه‌گیریه. مثلا به این آمار تکون دهنده نگاه کنید. اگه شاخص توده بدنی شما همون BMI بالای 40 باشه، از نظر آماری شما همین الان 7 سال از عمرتون رو از دست دادید. به همین سادگی. و قضیه به همینجا ختم نمیشه. اگه BMI از 50 هم بالاتر بره، این عدد 2 برابر میشه. یعنی 14 سال از عمرتون از دست رفته. یعنی تقریباً 1 دهه و نیم زندگی کمتر. خب حالا ربطش به روده چیه؟ اینجاست که جالب میشه. 61% از افرادی که چاق هستن به یه چیزی به اسم سیبو یا CIBO مبتلا هستن. سیبو یعنی چی؟ یعنی باکتری ها جای اشتباهی رشد کردن. به جای اینکه توی روده بزرگ باشن، اومدن توی روده کوچیک. و این کل سیستم گوارش شما رو به هم میریزه. خب، حالا که مشکل رو شناختیم، بریم سراغ اولین راه حل. یه نکته خیلی کلیدی اینجا وجود داره. فقط مهم نیست چی میخورید، اینکه کی میخورید هم دقیقاً به همون اندازه مهمه. روزه‌داری در واقع مثل یه دکمه ریست برای اکوسیستم روده شما عمل میکنه. وقتی روزه میگیرید به باکتری‌های بد گرسنگی میدید و جمعیتشون کم میشه. در عوض باکتری‌های خوب حفظ میشن و حتی با مواد شیمیایی خود بدن تغذیه میشن. انگار که دارید علف‌های هرز باغچه رودتون رو پاک میکنید تا گل‌ها بهتر رشد کنن. و یه نکته حیاتی دیگه اینه که جالبه بدونید باکتری‌های روده شما هم مثل خودتون یه ساعت بیولوژیک دارن. اونا هم یه ریتم شبانه روزی دارن. وقتی شما بی موقع غذا میخورید، در واقع دارید این ریتم طبیعی رو به هم میزنید. خب، فهمیدیم که کی غذا خوردن چقدر مهمه. حالا بریم سراغ این که چی باید بخوریم تا این باغچه داخل بدنمون رو حسابی سرسبز و سالم نگه داریم. توصیه دکتر جمنداس 4 تا چیز اصلیه. اول از همه غذاهای کامل و طبیعی، یعنی غذایی که تا حد ممکن به شکل اولیه‌اش نزدیکه. دوم، فیبر متنوع، یعنی از سبزیجات و میوه‌های مختلف استفاده کنید. اینجوری به همه نوع باکتری خوبتون غذای مورد علاقه‌شون رو میدید. سوم، غذاهای تخمیری مثل کلم ترش، کیمچی یا کفیر. اینا یه جورایی مثل نیروی کمکی، باکتریای خوب رو مستقیم به رودتون میرسونن. و چهارم، مکمل‌های امگا 3 که به ترمیم دیواره روده کمک میکنن. اما خب باغبونی فقط کاشتن گل نیست. باید علف‌های هرز رو هم از بین برد. پس به همون اندازه‌ای که مهمه چیزای خوب بخوریم، مهمه که از چیزای مضر هم دوری کنیم. دکتر جمناداس 4 تا دشمن اصلی روده رو اسم میبره. 1. روغن‌های فراوری شده مثل امگا 6 و امگا 9 که باعث التهاب میشن. 2. شکر و شربت ذرت با فروکتوز بالا که خوراک اصلی باکتری‌های بده. 3. مواد نگهدارنده و 4. امولسیفایرها. شاید اسم این آخری رو کمتر شنیده باشید ولی خیلی خیلی مهمن. خب امولسیفایر چیه؟ کارش اینه که یه کار غیر طبیعی انجام بده. روغن و آب رو با هم قاطی کنه و نذاره از هم جدا بشن. تو خیلی از غذاهای فراوری شده هم هست. حالا تصور کنید همین ماده شیمیایی همین کار رو توی روده شما هم انجام میده. یعنی اون لایه‌های محافظ طبیعی روده رو به هم میریزه و باعث یه عالمه مشکل میشه.
اما داستان فقط به غذا ختم نمیشه. برای اینکه روده سالمی داشته باشیم، باید به کل سبک زندگیمون نگاه کنیم. اینجا 4 تا ستون اصلی داریم. اول، خواب. حداقل 7 ساعت خواب با کیفیت برای جلوگیری از چیزی به اسم نشت روده لازمه. دوم، مدیریت استرس. استرس یه سری مواد سمی مضر به اسم LPS رو توی بدن زیاد میکنه. سوم، چیزی که بهش میگن بیوفیلیا، یعنی وقت گذروندن تو طبیعت تا باکتریای مفید محیط رو جذب کنیم. و چهارم، ورزش. ورزش هم فلور روده رو تغییر میده و هم یه ماده ضد التهاب به اسم بوتیرات تولید میکنه. این وقت گذروندن تو طبیعت یه اسم علمی هم داره، بیوفیلیا. بیوفیلیا فقط یه حس خوب معنوی نیست، نه، یه اتفاق بیوشیمیایی کاملا واقعیه. وقتی شما تو طبیعت هستید، دارید به طور فعال تنوعی از باکتریای مفید رو از محیط اطرافتون جذب می‌کنید و این تنوع میکروبیوم شما رو بالا میبره. و این قضیه ورزش ما رو به یه مفهوم خیلی جالب به اسم هورمسیس میرسونه. هورمسیس یعنی چی؟ یعنی یه استرس کم و کنترل شده نه تنها بد نیست بلکه برای بدن مفیده. استرس‌های سالمی مثل ورزش یا حتی همون روزه‌داری بدن و سیستم ایمنی شما رو در کل قوی‌تر میکنن. خب با همه اینها حالا سوال اصلی اینه ما از همین امروز باید چی کار کنیم؟ و نکته اصلی دقیقاً همینه. شما قدم‌های خیلی عملی و ساده‌ای در اختیار دارید که میتونید از همین امروز برای مبارزه با التهاب و بیماری‌های مزمن بردارید. لازم نیست کار پیچیده‌ای بکنید. اینا تغییرات ساده ولی فوق‌العاده قدرتمندی هستن. و این ما رو میرسونه به یه سوال نهایی برای فکر کردن. روده شما یه ریتم روزانه داره، یه ساعت درونی. هر روز داره با شما حرف میزنه. سوال فقط اینه که آیا شما بهش گوش میدید؟